متد پاپ چیه؟ میخوایم 66مین سوال مصاحبه جاوا اسکریپت رو بررسی کنیم. متد پاپ که توی پروتوتایپ همه آرایه ها وجود داره، آخرین عنصر آرایه رو حذف میکنه و این عنصر حذف شده رو به خروجی میده. نحوه استفاده از اون به این صورته. ابتدا ما باید یک آرایه داشته باشیم. ما اینجا یک آرایه داریم که 4 تا عضو داره. متد پاپ رو به این صورت از آرایه‌مون صدا میزنیم. اینجا آخرین عنصر آرایه حذف میشه، آرایه نامبرز، که حاصل اون همون آخرین عنصر حذف شده است. اگه از این نامبرزمون لاگ بگیریم میبینیم که آخرین عنصر برای ما حذف شده. حالا اگه همین نامبرز پاپ رو بریزیم توی یک متغیر میتونیم آخرین آیتم آرایه رو داشته باشیم. اگه لاگ بگیریم از این آخرین آیتم در کنار نامبرز میبینیم که آخرین عنصر 4 در دسترس ماست و همچنین دیگه 4 رو توی نامبرزمون نمیبینیم. پس نکته‌ای که ما اینجا باید در نظر داشته باشیم اینه که متد پاپ آرایه اصلی ما رو دستکاری میکنه. پس آرایه نامبرز بعد از پاپ دیگه همون آرایه قبلی نیست و آخرین عنصر اون حذف شده است. اگه آرایه‌مون خالی باشه متد پاپ چیزی برای حذف کردن نداره و به ما undefined برمیگردونه. پس با متد پاپ آشنا شدیم و دیدیم که این متد برای دو منظور به کار میره. یک، برای حذف کردن آخرین عنصر یک آرایه و دو، برای به دست آوردن آخرین عنصر یک آرایه که اینجا معمولاً خود آرایه اصلی دیگه برای ما اهمیتی نداره.